در ادامه هدف ما اینه که یه تستایی رو انجام بدیم و عملکرد این اکسپرت رو بر اساس اون تست ها مورد بررسی قرار بدیم. خب اولین تست که میخوایم انجام بدیم میخوایم ببینیم واقعا این درودان روزانه میتونه به خوبی کار کنه یا نه. لذا برای این به جای اینکه ما ضررها رو زیاد کنیم، این درودان روزانه رو بنده کم خواهم کرد تا برسه به نزدیک این مقدار که بتونه تاچ بشه. حالا یه معامله هم در واقع توسط فعلا وان کلیک تریدینگ میخوام باز کنم. یه معامله بای رو من اینجا باز میکنم فعلا که ببینیم که این بخشا به صورت لایو داره تغییر پیدا میکنه. با توجه به اینکه من فعلا از گلوری یا هر اکسپرت معامله گر دیگه ای روی اکانتم استفاده نمی کنم، این یعنی در واقع از وان کلیک تریدینگ خود متا تریدر استفاده می کنم، گفتیم این رو باید فالس بزنیم که امرجنسی کلوزینگ وارد عمل بشه. خب کاری که میخوایم بکنیم اینه که بنده درصد درودان روزانه رو از -4.5 به -2.59 میرسونم که این ببینیم معاملات رو خواهد بست یا نه و آیا عمل خواهد کرد یا نه. این رو میذارم 2.58 میذارم که همین لحظه ببنده. پس این معامله رو انتظار دارم که حالا حتی برای اینکه بهتر تست رو انجام بدید من تعداد معاملات رو بیشتر میکنم. 3 تا روی یورو باز میکنم، روی طلا هم فرض کنید چند تا معامله سل باز میکنم. نکته که میخوام اینجا بگم اینه که در واقع این پنل درسته که روی چارت یورو هست، ولی شما روی هر جفت ارز یا asset یا شاخص دیگه ای هم که ترید دارید داره اون رو هم این اکسپرت مانیتور میکنه و این اعدادی که اینجا میبینید بر اساس تمامی معاملاتی است که روی تمامی asset ها در حال انجام هست. یعنی این صرفا برای یورو یو اس دی نیست. این نکته خیلی مهمی هست. الان در حال حاضر تعداد کل معاملاتی که ما روی یورو و روی طلا باز کردیم 6 معامله است و عرض کردم میخوایم حالا این رو ببینیم عمل خواهد کرد یا نه. الان با توجه به کمیسیون هایی که این معاملات داشتن درصد ضرر ما پایین تر اومده. عرض کردم من این ماکسیموم الو دیلی دروداون رو همین عدد هایی که اینجا هست رو میذارم تا معاملات بسته بشه. انتظار دارم مثلا اگر این رو من 2.69 قرار بدم، چون این رو در واقع رد میکنه انتظار دارم که معاملات رو ببندن. فعلا منهای 2.68 هست، 0.01% باقی مونده که به درودان روزانه برسه. اگر این هر یک از این معاملاتی که اینجاست به نحوی تغییر کنه که این -2.69% بشه، انتظار دارم معاملات هم در روی یورو و هم در روی طلا بسته بشه. حالا فعلا که این 0.01% رو کاهش ندیدیم توی فعلا به -2.69% نرسیده. خب در این لحظه رسید و همونطور که مشاهده میکنید کل معاملات رو بس. یه اختلاف جزئی چند صدام درصدی داریم میبینیم که علتش اینه که تو اون تیکی که به اون مقدار میرسه تو تیک بعدیش میبنده و در اون تغییر قیمتی که وجود داره توی این درصد خودش رو نشون میده. یعنی درودان روزانه و منفی مثلا 257 بوده، توی منفی 259 تقریبا معاملات
بسته شدن، 6 تا معامله همزمان بسته شدن. این یه نکته که پس دیدیم که این هم داره طلا رو مثلا اگر معامله روش هست مانیتور میکنه، هم یورو رو. و همچنین نکته بعدی این که باید توجه کنیم که این بر اساس فقط تیک یورو کار میکنه، یعنی آپدیت این پنل وقتی روی چارت یورو بر اساس تغییرات در هر تیک قیمتی یورو تغییر میکنه، نه طلا. اگر پنل روی طلا بود بر اساس در واقع تیک قیمتی طلا که حالا اختلافش ممکنه در حد چند صدم ثانیه باشه آپدیت صورت پیدا میکنه. خب همونطور که میبینید چون دوران روزانه رد شده یک پیامی ظاهر شد، اون پیام قبلی که وجود داشت و سبز رنگ بود حذف شد و میگه که ماکسیموم دوران شما تاچ شده و پوزیشن ها بسته شدن و اجازه ترید به شما داده نشد. خب همونطور که گفتم ما تو این فعلا با وان کلیک تریدینگ معامله کردیم و این قسمت رو به همین دلیل چون از اکسپرت مثل گلوری یا هر ربات دیگه استفاده نکردیم، این چون خیلی مهم هست تاکید میکنم این ترید لیمیتر رو فالس گذاشتیم. حالا چون داریم از این استفاده میکنیم گفتیم هیچ اکسپرتی در دنیا توانایی این رو نداره بر اساس پالیسی سیاست متاتریدر که این رو اصطلاحاً گری کنه یا از کار بندازه. ولی نکته که وجود داره تو این حالتی که شما اون رو فالس گذاشتید، اگر بخواید معامله باز کنید باز میکنه، ولی انتظار اونه که بلا فاصله در تیک بعدی اون معامله رو ببنده. ببین معامله رو باز میکنه و بلا فاصله میبنده. من هر چند تا معامله بخوام، یعنی حتی اگر روی طلا هم من معامله بخوام باز کنم بلا فاصله اون معامله بسته خواهد شد و صرفا هزینه کمیسیون هست که کسر خواهد شد. این در واقع همون قسمت امرجنسی کلوز هست که اینو نمیتونه غیر فعال کنه ولی معاملات رو بلافاصله میبنده که جلوی در واقع بحث از نظر اوورترید رو بحث‌های روانشناس رو میگیره. حالا اگر عرض کردم از گلوری استفاده میکنید و از وان کلیک تریدینگ استفاده نمیکنید، اینجا رو تو این قسمت ترید لیمیتر رو باید بذارید ترو. تو این حالت شما اگر بخواید از در واقع گلوری برای باز کردن معاملاتتون استفاده کنید، اصلا اجازه معامله داده نمیشه. تو این حالت اکسپرت توانایی این رو داره که این اکسپرت گلوری رو غیر فعال کنه. یعنی الان با توجه به اینکه تاچ شده در واقع حتی ضرر روزانه من، اگر بخوام معامله ای رو باز کنم معامله اصلا ست نمیشه و گلوری پیام میده که امکان باز کردن معامله نیست و میگه که الگو تریدینگ رو فعال کن. چون این غیر فعالش کرده، حتی شما بخواید این رو فعال کنید هم بلا فاصله این دوباره این رو غیر فعال میکنه و به شما اجازه باز شدن معامله رو حتی تو این حالت نمیده. پس این حالت نسبت به وان کلیک تریدینگ این مزیت رو داره که اگر صرفا از این استفاده کنید دیگه اون کمیسیون رو هم که ناشی از باز و بسته کردن سریع معامله است پرداخت نمی‌کنید و این اصلا اجازه باز کردن معامله رو به گلوری یا هر ربات معامله‌گر دیگه‌ای که روی چارت ها ران هست نخواهد داد. این مزیت مهم هست برای این در واقع اکسپرت پراپ اسیستنت. خب جهت تست این که آیا در روز بعد میتونه به درستی این اکسپرت عمل کنه یا نه، یعنی انتظار ما اینه که در روز بعد آخرین بالانس ما به عنوان بالانس ابتدای روز فردا مد نظر قرار بگیره و current today daily drawdown یا پرافیتمون برگرده به مقدار 0 و این مقادیر بر اون اساس تغییر کنن و آماده بشه برای انجام
معاملات. خب ما اینترنت رو وصل میکنیم که در واقع وارد روز بعد بشه و لود بشه روز بعد تا ببینیم مقادیر در اولین تیکی که در روز بعد خواهد خورد با وصل شدن اینترنت چه تغییراتش بشه خواهد. الان به وقت ایران در واقع 5 نوامبر هست، ساعت 8:18. پس از اتصال در اولین تیک این مقادیر اصلاح شدند و در واقع بالانس ابتدای روز ما در واقع به درستی تعیین شد. ماکسیمم دورانی که ما تعیین کردیم و در واقع current today دوران به 0 بازگشت و این مقادیر هم به درستی آپدیت شدن و جهت در واقع انجام معاملات جدید و تغییر این اعداد آماده شد. حالا باز میخوایم یه سری تستی های انجام بدیم. تستی که میخوایم انجام بدیم روی همون تستی که روی دوران روزانه انجام دادیم دیروز، میخوایم روی دوران اکانت انجام بدیم ببینیم که این قسمت از اکسپرت به درستی عمل خواهد کرد یا نه. و دوران اکانت که -12 هست رو من میخوام حالا یه معامله باز کنم و به در واقع -7 قرار بدم که در صورتی که تاچ شد ببینیم میتونه معاملات رو ببنده و جلوی معامله کردن رو بگیره یا نه. فعلا هم حالتی هست که ما از وان کلیک تریدینگ استفاده خواهیم کرد، لذا این بخش الگو ترید لیمیتر رو فالس میذاریم چون از وان کلیک تریدینگ میخوایم استفاده کنیم و میخوایم امرجنسی کلوز فعال بشه تا اگر ما بعد درودان در واقع بخوایم معامله باز کنیم جلوی باز کردن معامله رو بلافاصله بنده این رو قبل اینکه معامله باز بشه، برای اینکه سریع اون درودان اکانت بخوره 12 رو قرار میدم چون در حال حاضر در -7% ضرر هست. در واقع 7.01 رو قرار میدم که در صورت باز شدن معامله این رو 0.2 قرار بدیم که بلافاصله هم بنده برخلاف حرکت این لحظه بازار یه سل میزنم که ببینیم اگر به -7.01 رسید انتظار دارم این معامله بسته بشه. حالا یه سل دیگه هم میزنم که چون ساعت ابتدای روز هست در واقع عمق بازار کم هست و تیک ها حتی بیشتر از 1 ثانیه طول میکشه.
قبلا هم عرض کردم که این ساعت و این پارامترها بر اساس تیک اون چارتی که الان پنل روش هست آپدیت میشه. در ساعت پرنوسان و ولت های مارکت زمان یک تغییر قیمت یا تیک از 1 ثانیه کمتر ممکنه باشه و تو این حالت از 1 ثانیه بیشتر هست. حالا من برای اینکه این سریعتر اتفاق بیفته یک لات رو اینجا قرار میدم که اون کمیسیونش در واقع بیاد این مقدار منفی 72 رو رد کنه. یک بای دیگه میگیرم و خب بلا فاصله معاملات رو بست، چرا که حتی مقدار کمیسیون لات بالا در واقع اومد و منفی 2 رو رد کرد، معامله بسته شد و در واقع اینجا پیام اومد که شما به ماکسیمم درودار رسیدید و همه معاملات بسته شد و به شما اجازه ترید داده نمیشد، چون ما ترید دستی یا وان کلیک رو انتخاب کرده بودیم. اگر بخواید با این روش در واقع معامله باز کنیم، معامله باز میشه ولی بلا فاصله در تیک بعدیش بسته میشه. من هر چقدر هم تلاش کنم معامله باز کنم، معامله باز میشه ولی بلا فاصله در تیک بعدی که قیمت میزنه بسته خواهد شد و عرض کردم که این هم به حفظ اکانت و هم از نظر بحث‌های روانشناسی میتونه بهمون کمک کنه. خب پس این قسمت هم به درستی کار میکنه. خب تو ادامه میخوایم روی این بخش هم کار کنیم که در واقع ببینیم در یک ساعت مشخص میتونه معاملات رو اکسپرت ببنده و عملکرد این بخش رو بررسی کنیم. برای اینکه اجازه ترید به ما بده، من این ماکسیموم اکانت روزانه رو، درودان روزانه رو برمیگردونم به همون 12% قبلی. این بخش رو که فاز بود رو طلوع میکنم و ساعت 6 رو در واقع حالا چون ساعت بروکر ساعت 7 هست، من 7 و 1 دقیقه رو میخوام برای بستن معاملات بدم. الان معامله که باز میکنم رو دوست دارم حالا در 7 و 1 دقیقه ببنده. خب معامله رو باز میکنم، یه معامله دیگه هم باز میکنم که 2 تا معامله باز باشه و انتظار دارم که وقتی که ساعت بروکر رسید به 7 و 1 دقیقه، این در حدود 30 ثانیه بعد معاملات بسته بشه. یه نکته مهم رو بنده عرض کنم، اون این که خب برای مسلماً این از بدیهیات هست که برای اینکه در اون لحظه معامله رو بتونه ببنده باید در اون از اینترنت بس بشه. خب به محض اینکه 7 و 1 دقیقه شد، اون معاملات ما بسته شد و در تیک بعدی چون سرعت بازار کمه این آپدیت شد و پس این بخش از اکسپرت هم به درستی کار میکنه. حالا برای بررسی بخش ما تک تک این بخش ها رو بررسی کردیم که آیا به خوبی کار میکنن یا نه. حالا برای بررسی بخش خبر هم سعی میکنیم در یک زمانی که نزدیک به خبر باشه در واقع برگردیم و ببینیم که آیا محدودیت هایی که در حین خبر وجود داره رو میتونه برای ما به درستی انجام بده و معاملات رو ببنده و اجازه ترید رو مثلا به اکسپرت گلوری نده. خب در ادامه
میخوایم یه تستی بکنیم که ببینیم آیا این در واقع اکسپرت به درستی اخبار رو به ما نشون خواهد داد روی چارت یا نه. برای اینکه این روی چارت اخبار حالا CHF، یورو، GBP و GBP و USD ثبت بشه، در قسمت تنظیمات خبر بنده اومدم و در واقع چارت سیمبل رو، این ستا رو آن کردم که هم خبرهای زرد و نارنجی و قرمز رو به ما نشون بده و این قسمت رو کاستم سیمبلزش کردم و سیمبل های USD، یورو، GBP و ین، کد، CHF رو انتخاب کردم که اگر خبری امروز در 5 نوامبر 2024 وجود داره رو روی چارت برای من قرار بده که بتونم بررسی کنم. خب اولین خبری که تنظیمات بروکر من به وقت ساعت تنظیمات فاکس فکتوری به وقت ساعت بروکر برگردوندم که درستی ساعت ها رو هم بتونیم اینجا چک کنیم. حالا در حدود ساعت 8:45 خبری که وجود خواهد داشت جلوی قیمت unemployment rate CHF خواهد بود که اینجا داریم این رو میبینیم CHF unemployment rate و ایمپکتش هم لوه. خبر از نوع در واقع یلو ریبل هست یا زرد هست. بعد اون ما خبری در مورد در حوزه یورو برای فرانسه رو خواهیم داشت که اگر دقت کنیم French Industrial Production مانسلیش هست و ایمپکتش هم لو هست. حالا چون این دوتا در یک ساعت و دقیقه یکسان هستن، یکی از اینها رو به ما نشون میده. خبر بعدی حالا Spanish Unemployment چنج هست که اینجا داریم میبینیم حوزه یورو و اسپانیش unemployment change که ایمپکتش لو هست. و خبر بعدی مربوط به GBP یا پوند انگلیس هست که از نوع لو هست. به همین شکل این اخبار رو داره نشون میده. در مورد USD یک خبر ترید بالانس داریم که ایمپکتش لو هست در ساعت 3:30 عصر به وقت بروکر که در واقع نشون داد. و یه خبر نارنجی هم بعد اون خواهیم داشت، فاینال سرویس PMI برای USD. همونطور که میبینید فاینال سرویس PMI رو هم نشون داد، ایمپکتش مدیوم هست یعنی خبر نارنجیه. و در ساعت 5 خبر قرمز ISM رو خواهیم داشت. ISM سرویس PMI ایمپکتش های هست. و بعد اون هم در واقع برای آل دی هست که چون ساعت دقیق نداره بعد اون نشون داده این رو. و در واقع خبر قرمز هست Congressional Elections، در واقع انتخابات کنگره‌ای هست و از نوع قرمز رنگ هست که اون رو هم اینجا نشون میده. پس میبینیم که به خوبی این اکسپرت میتونه ارتباط برقرار کنه با فارکس فکتوری و بر اساس تنظیماتی که ما انجام میدیم اخبار رو روی چارت نشون میده. حالا به یکی از این اخبار که نزدیکتر شد تنظیمات محدودیت روی معاملات رو هم انجام میدیم که اگر بشه بررسی کنیم که آیا به درستی میتونه معاملات رو ببنده در حین خبری یا خب برای اینکه ما بتونیم در واقع این رو تست کنیم بنده این رو میام و میگم که 45 دقیقه قبل از خبر معامله رو دوست دارم که ببنده و اجازه باز کردن معامله نده. حالا
45 دقیقه قبل از خبر، یعنی اینکه 8 و 45 دقیقه به وقت بروکر خبر هست. من میخوام ساعت 8 در واقع این معاملات رو، یعنی این خطی که اینجا گذاشتم، وقتی کندل ها به اینجا رسید دوست دارم معاملات رو ببنده. اینجا من یک معامله پندینگ باز کردم. تو تنظیماتم گفته بودم که همه معاملات رو ببنده، delete all close all open trades and و گفته بودم که کل پندینگ ها رو ببنده و اجازه تریدینگ رو هم نده، استاپ اوتو الگو تریدینگ رو هم غیر فعال بکنه. حالا میخوایم ببینیم به اینجا رسید آیا این معامله پندینگ و 5 تا معامله باز کردم، چند تاش روی یورو هست و چند تاش هم روی طلا هست. مجموعاً 5 تا. انتظار دارم به محضی که به اینجا رسید کل معاملات من رو هم روی طلا و هم روی یورو ببنده، تعداد پوزیشن ها صفر بشه و اجازه ترید توسط اکسپرت رو هم نباید به من بده. خب در واقع الان 7:59 هست، ساعت 8 به وقت بروکر 45 دقیقه قبل خبر هست که ما گفتیم معاملات پندینگ و معاملات باز رو ببنده و از اون به بعد تا 5 دقیقه بعد این خبر اجازه ترید رو توسط اکسپرت های چه معامله گر چه اسیستنت مثل کوروری به ما نده. حدود 20 ثانیه بعد اصولا باید این معاملات، هم پندینگ ها هم معاملات روی یورو و هم معاملات روی طلا بسته بشه. خب همونطور که مشاهده کردید معاملات بسته شدن و اینجا نوشته که در واقع اجازه ترید هم داده نخواهد شد. خب ما تقریبا تمامی بخشای این اکسپرت رو تست کردیم. حالا منوال کلوز آر رو هم میتونیم در واقع تست بکنیم. حالا من یه سری معامله رو باز میکنم، چه در طلا چه در یورو، و وقتی انتظار دارم که این دکمه رو فشار بدم در تیک بعدیش انتظار اینه که معاملات رو ببنده، که تمام معاملات رو بست و تعداد هم روی طلا و هم روی یورو تمام معاملات رو بست. پس اینم برای کلوز آل هست. اینجا 2 تا بخش دیگه است که نشون میده که در این اکسپرت کی اکسپایر میشه و بعد این تاریخ دیگه کار نمیکنه. حالا بسته به اون تنظیماتی که شده و این هم تعداد اکتیویشن at same time رو نشون میده. یعنی اینکه شما فرض کنید اگر این اکسپرت رو دارید به صورت موازی روی 8 اکانت پراپ میتونید همزمان این اکسپرت رو فعال کنید. اگر بیشتر از اون همزمان فعال بشه اکسپرت عملکردش تغییر پیدا خواهد کرد، ولی خب به صورت سری به صورت نامحدود میشه. یعنی در یک لحظه روی 8 اکانت میشه این رو فعال کرد همزمان، اکانت پراپ یا اکانت ریل اگر یا دمویی که استفاده میکنید، ولی به صورت سری تا اتمام اکسپایریشن دیت نامحدود میتونید این 8 بارها رو استفاده کنید. نکته دیگه باقی نمیمونه. در واقع این عمل کرده اکسپرت بود که دیدیم که میتونه چه در اکانت ریل چه در اکانت پراپ چه در ترید دستی چه روی پراپ یا ریل و چه در ترید با ربات های معامله گر بسیار کاربرد داره و در واقع در بحث ربات های معامله گر وقتی که روی یک چارت کنار اون ربات
یک توضیح دادیم روی یه چارت دیگه هم اس با اون ران میشه، در واقع اون ربات رو سازگار میکنه با بحث پراپ، درودان پراپ، درودان کد روزانه و پرافیت فیس ها. در واقع این سازگاری رو برای اون ربات دلخواه با شرایط پراپ رو ایجاد میکنه. تیم ما هم در واقع همین اکسپرت رو به همراه اکسپرت های معامله‌گر برای اکانت پراپ استفاده میکنه که حالا احتمالا شما بتونید نمونه های لایو ترید ربات های معامله‌گرمون رو به همراه این اکسپرت در بخش لایو یوتیوب مشاهده کنید عملکردش رو به صورت لایو، و اینکه در واقع با این اکسپرت دقیقاً بر اساس نیازهایی که ما خودمون در حین پراپ تریدینگ نیاز داشتیم، چه دستی چه با ربات معامله‌گر، و اون مسائلی که احساس کردیم که لازم داریم مانیتور کنیم یا اکسپرت عمل کنه و جلوی مشکلات رو بگیره، مشکلات در واقع فیل شدن پراپ رو بگیره، نوشته شده و برنامه‌نویسیش انجام شده و کاملا کاربردی هست و توسط تیم ما در حال استفاده است که عرض کردم احتمالا بتونید توی بخش لایو یوتیوب این اکسپرت رو در کنار اکسپرت معامله‌گر دنبال کنید عمل کردش. در آخر یه نکته رو باز میخوام تاکید کنم که به هیچ عنوان این اکسپرت در حینی که معامله باز هست وارد در واقع ران نشه، یعنی روی چارت قرار نگیره، یا قبل از شروع معامله یا بعد از شروع معامله و قبل از شروع معامله بعدی اکسپرت رو روی چارت بندازید که اون بالانس ابتدای روز به مشکل بر نخوره. اینم مشکل از اکسپرت نیست و قبلا هم عرض کردم از سیاست متا تریدر 5 هست که حالا وارد جزئیاتش نمیشم. تعیین در واقع بالانس ابتدای روز به مشکل برمیخوره تو اون حالت. بهترین حالت همینه که در ابتدای روز قبل از اینکه معاملاتتون رو شروع کنید این اکسپرت باشه که بتونید لحظه به لحظه مانیتور کنید درودان هاتون رو، پرافیتتون رو. و نکته بعدی این که هر موقعی دیدید که حالا در استفاده از اکسپرت به مشکلی برخوردید، دوباره اکسپرت رو در واقع حذف کنید و دوباره روی چارت بندازید، فقط به شرط اینکه در حین معامله باز نباشه، حتما اون مسئله حل خواهد شد.